بچه‌ها، خوش اومدید به قسمت دوم سری آموزشی 문화가 있는 한국어 읽기. خب سریع بریم درس دوم شروع کنیم. امیدوارم که درس قبلی رو خوب خونده باشید، یاد گرفته باشید. توی این درس عنوان درس اینجوریه که 선생님 안녕하세요. 선생님 안녕하세요. داره میگه 선생님 سلام. معلمشون رو دیده، داره بهش سلام میکنه. 선생님 یعنی معلم، استاد. خب این پایین چی نوشته؟ 생각해 봅시다. بیایم با هم فکر کنیم. 두 사람이 무엇을 합니까? این دو نفر دارن چیکار میکنن؟ دارن خب اولین بار که نه، صبح دانش آموز اومده مدرسه، داره به معلم سلام میکنه. 여러분은 어떻게 인사를 합니까? داره ازمون میپرسه که شماها چطوری به هم دیگه سلام میکنید؟ اینسا هدا. اینسا یعنی احترام گذاشتن، یه حالت احوال پرسی. این سریر هدا این حالتی احوال پرسی کردن. خب مثل همیشه همونجوری که توی قسمت قبل گفتم، اول هر درس کلمات جدید اون درس رو میاد به ما یاد میده. خب بریم سراغ اولین کلمه. 학교. 학교. 학교 یعنی مدرسه. 학교. 가다 یعنی رفتن. 가다. رفتن یک فعل توی زبان کره 가다 که حالا بخوام یه اشاره کنم، ما فعل هامون توی زبان کره‌ای به دو صورت، فعل های هدادار و فعل های صرفا با ده. فعل های با ده مثل همین کدا یعنی رفتن. فعل های هدادار همین الان یکیشو اینجا داریم، حالا جلوتر میخونیم. اینساهدا. اینساهدا یعنی احوال پرسی کردن. اینساهدا سلام کردن که اینجا میبینید اینسا به اضافه هدا شده و تبدیل شده به یک فعل. خب حالا یه مرور کردم روی فعل های زبان کره‌ای. میریم سراغ کلماتمون. 선생님 توی جلسه قبل دیدیم این 선생님 و گفتیم میشه معلم. 인사하다 احوال پرسی کردن، سلام و احوال پرسی کردن. 인사하다. 집. 집 میشه خانه. 안녕히 계세요 و بعدی 안녕히 가세요. 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. بچه‌ها این چجوریه؟ فرق بین این دوتا چیه؟ دوتاشون معنی خداحافظی کردن میده. خب ما یه شکل اینجا میکشم، دوتا آدم. خب حالا مثلا این یه دختر خانم باشه، نقاشی خودتونم بعد نقاشی خیلی عالیه. اینجا مثلا خونه همین دختر خانم. خب از طرف دیگه یه نفر دیگه رو داریم، یه دختر خانم دیگه هم داریم. اینا از توی خونه ایشون اومدن بیرون. اینجا خونه اینه دیگه و این دوستش داره میره خونهشون دیگه. اومده بود خونه دوستش مهمونی، مثلا میگیم این مریم، این ستاره است. ستاره اومده بود خونه مریم مهمونی، الان دیگه داره میره خونه خودشون. راش اینوری داره میره خونه خودشون. مریم میخواد خداحافظی کنه از ستاره. چی میگه بهش؟ میگه 안녕히 가세요. اینو کی میگه؟ اینو مریم میگه که ستاره داره از خونش میره. اینو مریم گفت. ستاره چی میگه؟ ستاره میگه 안녕히 계세요. پس فهمیدید فرق بین این دوتا خداحافظی رو؟
کسی که میخواد بمونه و داره بدرقه میکنه، کسی رو که داره میره بهش میگه انیایی کاسیو، یعنی من خودم تحت لفظی اینجوری میگم، یعنی به سلامت بری، کاسیو انیایی به سلامتی بری. و اون یکی که داره میره میگه انیایی کسیو به سلامتی بمونید. حالا این حالتی میتونید بهتر یادش بگیرید. خب اینم از این کلمات جدید. بریم پایین تمرین کنیم کلماتی که یاد گرفتیم و خب سانسنگیم که بود معلم. سانسنگیم این رنگ خوشگل انتخاب کنیم. خب سانسنگیم معلم، 학생 دانش آموز، 학교 مدرسه و جیب خونه. خب دیگه از این راحت تر سانسنگیم، بله سانسنگیم اینجاست، 학교 دقیقا روبروشه و جیب خونه اینجاست. خیلی کلمات آسونی هستن، راحت میتونید یادشون بگید. خب میرسیم سراغ ایگا 봅시다. 저는 창비입니다. خب آقای 창비 داره خودشو معرفی میکنه. 저는 من 창비입니다. 창비 هستم. خب 학생입니다. دانش آموز هستم. 학생 دانش آموز입니다 هستم. 학교에 갑니다. این یکم جدیده. خب 학교 رو که میدونیم، الان خوندیمش. 학교 مدرسه، 학교 میشه مدرسه. به اضافه یه ا شده، به اضافه یه 갑니다. خب حالا اینا چی هن؟ بچه ها اینو بذاریم میکنم درست بنویسم. خب بچه ها بیاین اینجا بهتون بگم این ا تکلیفش اینجا چیه. این قید زمان و مکانه، به زمان و مکان میچسبه این ا. خب و اینجا 학교 مکانه، 학교 مدرسه که یه مکانه هستش. خب پس باید ا رو به 학교 بچسبونیم. اوکی تا اینجا. قسمت دومش 갑니다. ما توی کلمات جدید خوندیم کدا. کدا یعنی رفتن. خب کدا یعنی رفتن. ما میخوایم این فعلمون رو صرف کنیم. توی زبان فارسی هم ما فعلا رو صرف میکنیم. مثلا رفتن میشه رفتم، رفتی، رفت. اما گفته بودیم زبان فارسی لازم نیست مثلا واسه هر کسی جمع و مفرد و اینا یه فعل خاصی رو به کار ببریم. فقط یه فعله، همون رو برای همه استفاده میکنیم. خب پس برای تبدیل فعل به صرف شدهش چیکار میکنیم؟ خیلی راحت. فعلایی که د دارن، د به این صورت حذف میشه. همیشه فعلی رو که میخوای صرف کنی دش رو حذف کن. قدم اول د رو حذف میکنی، میمونه ک. خب حالا میخوای بگی رفتم، خب میگی به اضافه نیدا میکنی، میشه این به میاد پایین میشه پچیم 갑니다. 학교에 갑니다. حالا این نیدایی که اینجاست این خیلی رسمیه. تو میتونی از رسمی خیلی بالایی داره، میتونی از رسمی معمولی هم استفاده کنی. کایو فقط یو بذاری. خب 학교에 가요. البته بچه ها بهتون بگم این سری از آموزش ها واقعا روی گرامر خیلی فوکوس نداره. همونجور که از اسم کتاب معلومه reading Korean with culture و فقط روی ریدینگ تمرکز داره. طبیعتا شما باید توی جاهای دیگه با کتابای دیگه بیاین گرامرها و کلمات خیلی بیشتر یاد بگیرید و بعد بیاین سراغ ریدینگ که من حتما اونا رو بهتون آموزش میدم خیلی بیشتر. اینجا صرفا فقط ریدینگه، ولی خب یه مرور کوچیکی هم روی قواعد میکنم اینجا. خب
پس اینو فهمیدیم مثلا چارچوبش چه شکلیه، چرا اینجوری شده. 학교에 갑니다. به مدرسه میروم. خب بعدی 선생님 معلم 게 인사합니다. خب این چه جوریه؟ خب اینجا رو میبینید 선생님 که گفتیم معلم، 선생님 معلم 게 به اضافه 인사 به علاوه 합니다. خب بچه ها 선생님 که معلم اوکی. 게 این 게 یعنی به معلم. 선생님 게 به معلم 인사하다 سلام کردن. 인사합니다 سلام میکنم که اینسا همون احوال پرسیه، سلام کردنه. 합니다 اگه یادتون باشه بالا کده رو گفتیم، اینم فعل هده‌دار بود دیگه. برای فعل هده‌دار فرق نداره چه فقط ده‌دار چه هده‌دار، ده باید حذف بشه، کلا یه ها میمونه، اینسا ها میمونه. پس میشه اینسا هده دش حذف بشه میشه اینسا ها. خب حالا میخوایم صرفش کنیم، از ایمنیدا استفاده میکنیم، ایمنیدا استفاده میکنیم چون پچیم نداره. ایمنیدا اینسامنیدا سلام میکنم. اینسامنیدا. خب اینم از این که فهمیدیم چه جوری این شده. 선생님 안녕하세요. خانم معلم یا آقا معلم 안녕하세요 سلام. خب حالا جمله بعدی معلم جواب داده 창미 씨 안녕하세요. معلم میگه 창미 씨 سلام خوبی؟ خب میریم سراغ پاراگراف بعدی. 저는 من 집에 갑니다. این خیلی آشناست. این کدومه؟ این با این شبیه. فرقشون چیه؟ اونجا میگفت میرم 학교에 갑니다. اینجا داریم میگه 집에 갑니다 دارم میرم خونه. دوتاشون این هم دیگه است. چیبم دوباره قید زمان و قید مکانه. ببخشید قید مکان نیست، چیپ مکانه و قید مکان و زمان میاد میچسبه به چیپ. دقیقا مثل 학교에 갑니다. اینجا 집에 갑니다. خب حالا داره میره خونه دیگه. به معلمشون چی میگه؟ 선생님 안녕히 계세요. 선생님 که نمیره خونه، 선생님 تو مدرسه نشسته زنگ خونه میخوره. خب بچه ها میرن، بچه ها دارن میرن. پس چنگی که داره میره میگه 선생님 안녕히 계세요 به سلامت بمونید، یا کلن معنیش میشه خدا نگهدار. و معلم میگه چنگی سی 안녕히 가세요. 안녕히 가세요 یعنی به سلامت بری، خدا حافظ، به سلامت بری. اوکی. خب بیاین خب ما این متن رو خوندیم، حالا میخوایم یکم با هم تمرین کنیم. 일글은 읽고 다음에 완성하십시오. خب این متن رو خوندیم، حالا میخوایم کاملش کنیم. ساعت چنده بچه ها؟ ساعت اینجا 9، پس تازه اومده مدرسه. 학교에 왔어요. تازه رسیده مدرسه. خب پس چی میگه به 선생님؟ 선생님 안녕하세요. 안녕하세요. 선생님 حالا میتونیم پشتش بنویسیم. 선생님 معلم 안녕하세요 سلام. معلم میگه 창미 씨. 창미 씨 안녕하세요. دوتاشون مثل هم دیگه میگن 안녕하세요 안녕하세요. دوتاشون به هم سلام میکنن. خب اینجا ساعت چنده؟ ساعت 1 دارن میرن خونه. چقدر زود میرن خونه، خوش به حالشون. 9 میان 1 میرن. خب میخوان چی بگم؟ میخوان خداحافظی کنن. چنگی داره میره. چنگی داره میره چی میگه؟ 선생님
안녕히 계세요. 안녕히 계세요 و 선생님 میگه 장미 씨 안녕히 가세요. به سلامت بری. خب حالا میخوایم بگیم که کدوم یکی از اینا درسته کدومش غلطه طبق اون متنی که الان خوندیم. 여기는 학교입니다. 여기는 학교입니다. 맞아요. رفت مدرسه. 여기는 학교입니다. همه اتفاقات توی مدرسه بود دیگه. توی مدرسه سلام کرد به معلمش. توی مدرسه از معلم خداحافظی کرد. پس درسته. حالا بخوام بهتون میگم یوگی یعنی اینجا. 여기는 학교입니다. مدرسه هست. 학교입니다. مدرسه هستش. و اینین برای اینه که اشاره کنی اینجا کجاست. داره در مورد اینجا صحبت میکنه. 여기는 اینجا مدرسه است. درسته. 창비 씨는 نین داره میفهمین داره در مورد چنگی حرف میزنه. خب 인사합니다. احوال پرسی کرده. سلام و احوال پرسی کرده. 인사합니다. 맞아요. چنگی داشته سلام و احوال پرسی میکرده. 인사 احترام گذاشته. 인사 کرده. 창비 씨는 선생님입니다. 아니에요. 창비 씨는 학생입니다. 선생님이 아니고 학생입니다. خب اینجا شش دیگه اشتباه کرد. خب میگه حساب 봅시다. بنویسید. 다음 빈칸에 알맞은 말을 쓰십시오. خب جواب درست رو توی این پایین بنویسید. خب اینا چیه؟ پسر اومده یا سانمور داده به دختره یا کادو داده. سانمور یعنی کادو. توی این قسمت یهو لیوان آب ریخته. خب باید چی بنویسیم در موردش؟ فکر کنم باید تشکر کنیم هر چیزی از آفرین این پایین اینجا نوشته دقیقاً. 한국에서는 안녕하세요 감사합니다라고 인사를 합니다. 여러분 나라에서는 인사를 어떻게 합니까? 여러분 나라의 인사에 대해서 이야기를 보십시오. 오케이. اینجا که نوشته جای خالی رو پر کنی. خب وقتی دختر سانمور کادو گرفته از این پسره چی باید بگه؟ 감사합니다 یعنی متشکرم. 감사합니다 یعنی متشکرم. 감사합니다 میتونه بگه. 고맙습니다 میتونه بگه. 감사해요 میتونه بگه. چند تا جمله هستش واسه تشکر کردن که حالا 감사합니다 دیگه خیلی رسمی و مؤدبانه تر. اینجا چی شده؟ اینجا آب ریخته و باید عذرخواهی کنه طرف مقابل. ادب حکم میکنه که اینجا عذرخواهی کنه. چی میگه؟ میگه 죄송합니다 یا 미안합니다 یا 미안해요. 미안합니다 متاسفم ببخشید. خب بچه‌ها این درس هم تموم شد. درس دوم از کتاب 문화가 있는 한국어 읽기 یک البته طبیعتا کتاب اولی هنوز و امیدوارم که خب بهتون درس داده باشم. دوست داشته باشید. اگه سوال چیزی دارید حتما توی کامنت ها ازم بپرسید و اینکه لایک سابسکرایب یادتون نره. منو خیلی خوشحال میکنه برای ادامه دادن تدریسم و به من خیلی انگیزه میده. مرسی که تا اینجا تدریس با من بودید. تا قسمت بعدی و درس بعدی خدا نگهدار. انیا.